سلام، به اپیزود 15 از پادکست جامعه شناسی شنیداری خوش اومدید. امروز میریم سراغ یکی از تأثیرگذارترین جامعه شناسان قرن 20، کسی که گفت قدرت فقط در سیاست و اقتصاد نیست، در زندگی روزمره است. پیر بوردیو و 3 مفهوم کلیدیش: میدان، سرمایه و عادتواره. بوردیو جامعه شناس فرانسوی در نیمه دوم قرن 20 به دنبال فهم این بود که چرا نابرابری ها حتی وقتی قوانین برابرند باز هم ادامه پیدا میکنند. او میگفت قدرت پنهانتر از چیزی است که فکر میکنیم، در سلیقه ها، در رفتارها، در انتخاب ها و حتی در بدن ما. مفاهیم کلیدی در دیدگاه بوردیو: 1. میدان. بوردیو میگه جامعه از میدانهای مختلف تشکیل شده: میدان هنر، میدان سیاست، میدان آموزش و میدان اقتصاد. هر میدان قواعد خودش رو داره، قواعدی که تعیین میکنن چه کسی موفق میشه، چه کسی حذف میشه و چه چیزی ارزشمند حساب میشه. 2. سرمایه. سرمایه فقط پول نیست. بوردیو 4 نوع سرمایه رو مطرح میکنه: 1. سرمایه اقتصادی مثل پول و دارایی. 2. سرمایه فرهنگی مثل تحصیلات، سلیقه و مهارت‌ها. 3. سرمایه اجتماعی مثل شبکه‌های روابط. و 4. سرمایه نمادین مثل اعتبار، احترام و شهرت. اون میگه سرمایه ها قابل تبدیلن، مثلا احترام میتونه تبدیل به فرصت بشه یا تحصیلات تبدیل به قدرت. سه. عادتواره. عادتواره یعنی مجموعه از عادتها، سلیقه ها و شیوه های بودن که در طول زندگی در ما شکل میگیره. چیزی شبیه بدن اجتماعی شده. بوردیو میگه عادتواره تعیین میکنه چه چیزی رو طبیعی میدونیم، چه چیزی رو ممکن و چه چیزی رو غیر قابل تصور. امروز وقتی میبینیم بعضیا بدون تلاش زیاد در محیط‌های فرهنگی یا دانشگاهی موفق میشن و بعضیها با تلاش فراوان باز هم دیده نمیشن، داریم بوردیو رو تجربه میکنیم. وقتی میفهمیم سلیقه ها فقط انتخاب شخصی نیستن، بلکه محصول تجربه، طبقه و محیط اجتماعی هستند، داریم وارد دنیای او میشیم. وقتی میبینیم قدرت نه فقط در سیاست، بلکه در نگاه ها، در زبان و در رفتارهای کوچک جریان داره، داریم بوردیوگونه فکر میکنیم. شاید بوردیو میخواست بگه که جهان اجتماعی نه فقط با قوانین بلکه با عادتها و سلیقه ها ساخته میشه و اگر بخوایم تغییرش بدیم باید این لایه‌های پنهان رو هم ببینیم. لایه‌هایی که در بدن، در زبان و در انتخاب‌های روزمره جا خوش کردن. پادکست جامعه شناسی جای برای همین دیدن‌های آرام و برای همین فهمیدن‌های عمیق. در اپیزود بعدی سراغ پیتر برگر و توماس لاکمن میریم و نظریه ساختگرایی اجتماعی، جایی که میفهمیم واقعیت چطور در زندگی روزمره ساخته میشه.